اگه بخوایم در بین چند میلیون جاندار متفاوت سگ اهلی رو رده‌بندیشو تعیین کنیم، چه جوری میشه؟ رده‌بندی جانداران از پروکاریوت یا یوکاریوت بودن شروع میشه و به کوچکترین شاخصه یعنی به گونه میرسه که ترتیب رده‌ها به این صورت هستش. پروکاریوت یا یوکاریوت یعنی تعیین دامنش، فرمانرو یا کینگدام، شاخه یا فایلم، رده یا کلاس، راسته یا اوردر، خانواده یا فامیلی، سرده یا جینس و در نهایت گونه یا اسپیشیز. خب حالا ما میخوایم رده‌بندی سگ‌های اهلی رو مثال بزنیم. اول میگیم خب از دامنه یا دامین یوکاریوت هاست. چرا؟ چون هسته مشخص داره. مرحله بعد میشه تعیین فرمانرو یا کینگدام که جزء فرمانرو جانوران هستش. بعد فایلم یا شاخش رو تعیین میکنیم. جزء طنابدارانه، یعنی جزء مهره‌دارانه. بعد رده یا کلاسش رو مشخص میکنیم. جزء پستاندارانه. تو مرحله بعد راسته یا اوردرش رو تعیین میکنیم که میشه راسته گوشتخواران، یعنی جانورانی که فقط از گوشت تغذیه میکنن. حالا ما کاری به این نداریم که سگ شما همه چی میخوره، ولی در کل سگ یه حیوان گوشتخواره. مرحله بعد خانواده یا فامیلیش رو تعیین میکنیم که واسه گیاهان به جای خانواده از واژه تیره استفاده میکنن. مثلا تو گیاهی شنیدین که میگن تیره پروانه‌باران، یعنی خانواده پروانه‌باران. خب اینجا خانواده سگ داستان ما میشه خانواده سگسانان که شامل همه سگ‌ها و هر جانوری که شبیه به سگ هست میشه. مرحله بعد سرده یا جینسش رو تعیین میکنیم که میشه سرده سگ‌ها یا گورکا، یعنی همه سگ‌های اهلی و وحشی و گورکا رو شامل میشه. و در نهایت میشه گونه یا اسپیشیز که میشه گونه سگ‌های خونگی.